کنیم. اگر که میشه بیستیم در حضور خداوند. ای خداوند، با شکرگزاری به حضور تو اومدیم امروز. خداوندم با قلب‌های توبه‌کار، ای خداوندم، و با قلب‌های شکرگزار. ای خداوندم اومدیم که هر چیزی که واقعا در طول هفته با خودمون هر باری که کشیدیم همین لحظه پایین بذاریم ای خداوند و همه رو تقدیم تو کنیم. خداوندم همه رو پای صلیب تو بذاریم و از روح تو پر بشیم. باشه که بیایی در کلیسات بخرمی ای خداوند و قلب و روح و جان تک تک فرزندانت رو پر کنیم. ما رو سیراب کنی، لبریز کنی از روح خودت ای خداوند. امروز رو در دستان قدوس تو بسپاریم در نام عیسی مسیح. آمین. هفته شکرگزاری رو بهتون تبریک میگم. چقدر زیباست واقعا هفته‌ای که زمان شکرگزاریه، هر جا که میریم شکرگزاریه و آمین که واقعا تمام روزهای ما اینطور باشه. چقدر واقعا چیزهای زیادی داریم که شکر کنیم از خداوند براش. و من تا این هفته فکر می‌کردم که واقعا چه چیزی بالاتر از همه است و واقعا ایمان ما اینکه در هر شرایطی
کرد، هر جایی که هر گذشته که داشتیم خداوند دستش رو دراز کرد و ما رو بلند کرد. آمین. حالا ما خداوند رو سپاس بگویید، زیرا که نیکوست و محبت او پایدار و ابدی است. آنان که به وسیله خداوند نجات یافتند بگویند که خداوند آنان را از دست دشمنانشان رهایی داده است و آنان را از شرق و غرب، از شمال و جنوب، از سرزمین‌های بیگانه بازگردانیده است. آنها باید از خداوند به خاطر محبت پایدار و کارهای فوق‌العاده‌ای که برای انسان انجام داد شکرگزار باشند. او تشنگان را سیراب می‌کند و گرسنگان را با خوراک‌های نیک سیر می‌کند. آمین. هممون رو تجربه کردیم، درسته؟ هللویا. در سوره‌های رو می‌بینیم. خداوند خدای
خداوند در تمامی زمین میچرخه. کلمه به کلمه نمیگم ولی در دوم تواریخ هستش، تا قدرت خودش رو بر آنانی که دل او با او کامل هست بریزه. اگه قدرت خدا رو در زندگیمون میخوایم، اگه آزادی از ضعف‌ها و اسارت‌ها میخوایم، اجازه بدیم که دل ما در حضور خدا کامل باشه. چون همینطور که سرود میگه حقیقتا اون سزاواره تمام دل، تمام جان، تمام فکر ماست. هللویا. ای خداوند زنده، دلای ما رو تسخیر کن. باشه که ای خدا پرستش واقعی تو ما رو از پرستش هر آن چیز دیگه‌ای که غیر از تو هست آزاد کنه. امروز ای خداوند پرستش‌های دیگر رو، بت‌های فکری، روحی، جسمی رو، ادیان دیگر رو، ادیان گذشته‌ای رو که در مقابل اونا زانو خم می‌کردیم، فلسفه‌ها، روانشناسی‌ها، مکاتب، مذاهب، افکار، هر چیزی که برخلاف معرفت تام عیسی خداوند در زندگی و فکر ما سر بلند کرده، زیر صلیب تو میاریم به نام عیسی مسیح. ای خداوند قلعه‌ها و بندهای فکری و روحی ما رو بشکن، چون حقیقتا تو سزاوار پرستش و ستایش هستی. تو تنها پسر یگانه خدا هستی که برای گناهان ما جان داد و تنها کسی که قادر ما رو آزاد کنه تو هستی. ای خداوند، نذار ای خداوند از خدایان دیگه‌ای که تو این دنیا هست بترسیم، نذار وعده‌های دروغین رو باور کنیم، بلکه ای خداوند بذار امروز در این هفته، در این هفته شکرگزاری، واقعا وجود خود، بدن خود، فکر خود رو تسلیم تو کنیم. ای خداوند با شکرگزاری در نام مسیح، آمین.
او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدانید. خدا نیکوست و محبت و وفاداریش را انتهایی نیست. آمین. خدا میکنیم و هدایا رو جمع آوری میکنیم. ستای عیسی را زیرا که او شایسته است. اگه دستی که زدید برای گروه ورشیپ بود خیلی دست بیجانه بود. خدا رو شکر بهتر شد. خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم برای این فرصت دوباره‌ای که باز با هم هستیم در حضور خدای زنده. آمین. خوشحالیم برای یه روز دیگه‌ای که هوا ابری و بارونی و عادی. خب
هفته تانکسگیوینگ هم مبارکتون باشه. دعا می‌کنم هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از حضور خدا و پر از پرستش خدا توی لحظات تنهایی و جمعتون باشه. نمیدونم چند نفر موعظه هفته قبل رو گوش کردید یا اینجا بودید یا نه. در مورد جمعه شب بود، قرار بود جمع بشیم، اعلان کردم گفتم که تشریف بیارید. خدا رو شکر برای کسایی که اومدید، برای کسایی که نیومدید میدونم دارید برنامه ریزی میکنید سال دیگه بیاید. ولی اعلان دیگه هستش، ما 15 ماه دسامبر جشن کریسمسمون هستش. قراره برادر بارتان آبنوسیان از پیغام بیان اینجا و مطمئنا جلسه پربرکتی خواهیم داشت. بنابر گفته لیستی هست، یه سری آیتم ها هست هنوز پر نشده. اگر دوست دارید عنوان موعظه از فریب تا تقدیس در سفر روحانی یعقوب. نمیدونم موافقید یا نه، ولی ادامه میدیم تا ببینید خدا چطور در زندگی یعقوب کار کرده. میخواستم در مورد تانکسگیوینگ صحبت کنم ولی گفتم بقیدم قسمتی از کلام خداست و نخواستم داستان یعقوب رو کوتاش کنم، ولی برجت در مورد یعقوب و زندگی یعقوب با هم صحبت خواهیم. میکنه. در مورد بحران خانوادگی صحبت کردم که منجر به فرار یعقوب شد. برادرش گفت من یعقوب رو میکشم و بعد یعقوب دست به کوچ اجباری میزنه و اونجا یه ملاقاتی با خدا داره و با خدا معامله میکنه. میگه اگر از همون بعد به شروع دنبال فریبه، دنبال به دست آوردن هست. حتی در اولین ثانیه ها و دقایق زندگیش پای عیسی رو میگیره و دوست داره او اول وارد این دنیای خودش بشه و نهایتاً به ملاقات با خدا و اتفاقی که در زندگی یعقوب افتاد نگاه کردیم و میخوایم ببینیم چطور یعقوب زندگی روحانیش رو ادامه میده، به کجاها خواهد رفت. آیا یعقوب فریبکار، یعقوب دروغگو عوض خواهد شد یا نه عوض نخواهد شد؟ شاید ما خیلی وقتا از خودمون سوال میکنیم خدایا پس من کی میخوام رشد کنم، من کی میخوام عوض بشم؟ و یا بیشتر از اینکه بگیم خودمون کی عوض میشیم بگیم فلانی کی عوض میشه. نه دوست داریم فلانی عوض بشه و ممکنه دائم سوال کنیم کی دوزاری میفته، تا کی تا کجا باید ادامه بدیم. و میخوایم امروز ببینیم که آیا یعقوب عوض میشه یا نه. بعد وقتا میشنویم که با ایمان به عیسی مسیح شخص عوض میشه اینطوری و بعد از چند ماه متوجه میشیم که نه، به نظر میرسه یه شعار هست. آیا فقط با ایمان ما عوض میشیم
اگر بخوایم شعارگونه به موضوع نگاه نکنیم، نه ما عوض نمیشیم، ما اینطوری عوض نمیشیم. کاش میشدیم، کاش کارباشی بود وارد میشدیم و مسیح در طرفة العینی همه چیز ما رو عوض میکرد و میشدیم یک شخص دیگه ای. ولی اینطوری نیست. ما با ایمان به عیسی مسیح تمام گناهان ما چی میشه؟ بخشیده میشه. بخشش خدا رو دریافت میکنیم. ولی عمل تقدیس، عمل عوض شدن، عمل که ما تبدیل بشیم از یه چیزی به یه چیز دیگه ای، این زمان بر هستش و شاید زمان خیلی خیلی طولانی لازم باشه که این تبدیل ها، این تغییر ها ایجاد بشه. برای عوض شدن، برای تبدیل، برای تقدیس بیشتر و بیشتر ما احتیاج به زمان داریم، احتیاج به سالهای طولانی داریم، احتیاج به آفتاب و نمیدونم بارون و زمستون و سرما و گرما و پستی و بلندی داریم و خدا از همه چیز استفاده میکنه تا ماها رو شکل بده، تا ماها رو عوض کنه. یکی از اون چیزها ملاقات با خود خداست، اینکه واقعا با خدای ملاقات جدی داشته باشیم و اینکه اجازه بدیم خدا تو اون ملاقات برای ما خیلی چیزها رو چیز کنه، روشن کنه. خدا به یعقوب وعده داد که من تو رو برکت خواهم داد، من تو رو باز به این سرزمین بر خواهم گردانید. این وعده خداست و خدا رو وعده خودش وای میسته. ولی این چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ زمانی که شخصیت او شکل بگیره. ولی سوال اینه که چجوری شخصیت او شکل بگیره؟ چه اتفاقایی بایستی بیفته در زندگی او که زندگیش عوض بشه؟ چه زمانی ما میتونیم به شباهت خدا در بیاریم؟ درسته که خدا نقش اصلی رو ایفا میکنه، او هست که به ما قوت میده، قدرت میده تا زندگی های ما عوض بشه، ولی خدا از چیزهای دیگه هم استفاده میکنه. خدا از آدم ها استفاده میکنه، خدا از شرایط استفاده میکنه، خدا از سختی ها استفاده میکنه، خدا از رنج های ما استفاده میکنه. یه دیوار بتونی دور خودم داشتم. یه روزی توی یکی از خیابونای نیکوزیا یه خانم شاید حدود 55 60 65 ساله تمام اون دیوار رو بدون یک کلمه خراب کرد و چقدر خوب بود اون، چقدر تجربه زیبایی بود. کسایی که روی ما میتونن تاثیر بذارن لزوما دشمنای ما نیستن، میتونن دوستای ما باشن میتونن کسایی باشن که خدا کنار ما قرار میده و ما رو، نگاه ما رو، نمیدونم دیدگاه های ما رو و جهانبینی های ما رو ممکنه واقعا عوض کنن، دگرگون کنن. نمیدونم تو کسایی رو تو زندگیتون داشتید یا نداشتید؟ آیا دوست دارید داشته باشید یا دوست ندارید؟ معمولا کسایی که میخوان عوض بشن اجازه میدن که خدا افرادی رو سر راه اونا تو زندگی اونها بیاره که بتونن یک نقشی ایفا کنن برای تبدیل شدن اونها. یعقوب بایستی از اینکه من مرکز جهان هستم آزاد بشه. یعقوب برای اینکه آزاد بشه از اون وضعیتی که داره که من بایستی اول باشم، من بایستی نمیدونم نخست داده بشم، من بایستی به هر قیمتی اون چیزی رو که دوست دارم به دست بیارم، باید آزاد بشه. یعقوب باید از دروغ گفتن آزاد بشه، یعقوب باید از فریب دادن آزاد بشه، یعقوب باید از ترسیدن آزاد بشه، یعقوب از خیلی چیزا بایستی آزاد بشه. من شما رو نمیدونم، من نمیخوام راجع به شما صحبت کنم. خود من خیلی وقتا به خدا اینو میگم، الانم میگم، بعد از اونم خواهم گفت، خود من خیلی چیزا هست که بایستی آزاد بشم. خیلی چیزا هست بهش فکر میکنم، خیلی وقتا میگم اوکی این یه مشکلیه، خصوصا برای من بعد از این همه سال در ایمان مسیحی.
این باید یه جورایی شکسته بشه، بایستی عوض بشه و عوض شدن هم معمولا با درد ممکن همراه باشه، خصوصا اگر نخواهیم عوض بشیم، خصوصا اگر بر این باور باشیم که مرغ یه پا داره و من پرفکت هستم، خب عوض نمیشه. ولی خدا هدفش اینه که ما رو عوض کنه، ما رو تبدیل کنه. هفته قبل تا اونجا پیش رفتیم که خدا با یعقوب ملاقات میکنه، ولی از اونجا به بعدش میخوایم ادامه بدیم. علت این که من امروز کراوات زدم به خاطری که عروسی دعوتم، 4 تا عروسی همین امروز، و شما اگه با من بیاید میخوام شما رو به عروسی ببرم. یعقوب رو میبینیم که میگه فصل 29:1 میگه پس یعقوب سفر خیش را پی گرفت و به سرزمین مردمان مشرق رسید. یعقوب میره به طرف بین النهرین، جایی که پدر بزرگش از اونجا اومده بود، جایی که مادرش از اونجا اومده بود، ربکا، و اینم راه میفته و میره اونجا پلوی داییش و اونجا سر یک چای آبی یه جورایی با دختر داییش رو میشه، دختر دایی و پسرعمه، و مثل همه پسرای مجرد دیگه اولین چیزی که دختر خوشگل میبینن کیه؟ عاشق بشن. و اینم در طرفت العینی همونجا انگار دل میبازه به دختر داییش که راهیل هست اسمش. و بعد 29 تا 11 رو میکنم، میگه هنوز با ایشان سخن میگفت که راهیل با گله پدرش آمد، زیرا که چوپان بود. چون یعقوب راهیل دختر دایی خود لابان و گله دایی خود را دید، پیش رفت و سنگ را از دانه چاه غلطانید و گله دایی خیش را آب داد. آنگاه یعقوب راهیل را بوسید و به صدای بلند گریست. و انتظار ندارید که راهیل پزشک باشه یا نمیدونم لیسانس چی داشته باشه. و راهیل دنبال گوسفندای پدرش بود مثل تمام مردم دیگه که اون زمان بودن. و بعد راهیل میره به پدرش میگه چه نشستی که یه خواستگار خیلی خوب اومده برام و ایشون پسر عمم هستش، خلاصه حرفم نداره، خیلی خوبه، کلی هم گریه کرده، گریه های صادقانه و اینها. و به هر حال میگه که دایش پیشنهاد کار بهش میده، ولی آیه 18 و 19 فصل 29 میگه یعقوب دلباخته راهیل بود، همون چیزی که من براش کراوات زدم. میگه پس گفت برای دختر کوچک راهیل 7 سال تو رو خدمت خواهم کرد. به جای مثلا 150 تا سکه که هر سکه 55 میلیون هزارن تو ایران، میگه من 7 سال برای تو چیکار میکنم؟ کار میکنم. خیلی زیاده نه؟ 7 سال واقعا زیاد هستش، ولی اینقدر این مرد شنگول هست، اینقدر عاشق راهیل هستش، میگه 7 سال اینجوری برای چی شد؟ گذشت و کارت دعوت فرستاد برای ما امروز برای عروسیش. میگه بعد که اینو به داییش میگه، لابان میگه گفت بهتر است او را به تو دهم تا به مردی دیگر نزد من بمان. و حال 7 سال میگذره، عروسی میشه و میگه که فصل 22 تا 27 میگه پس لابان همه مردم اونجا رو جمع کرد، خلاصه مطربا رو گفت بیان و اینها، میگه ضیافتی به پا کرد. اما چون شب شد دخترش لیه را برگرفته نزد یعقوب برد و یعقوب به پی در آمد و لابان کنیزش زلفه را به دخترش لیه به کنیزی داد. چند نفر این داستان رو میدونید؟ میشه دستتون رو بالا کنید؟ خب پس اکثریت نمیدونن، دست کنید. میگه چون صبح شد یعقوب دید که هان لیه است، به جای راهیل دیشب لیه پیشش بوده و چون مثل تهران برقام قطع هسته، تاریکه و این اصلا متوجه نشده که بابا این کسی دیگر رو به این دادن.
میگه پس به لابان یعنی به دایش گفت این چیز که به من روا داشتی، مگر من برای راحیل تو را خدمت نکردم؟ چرا فریبم داری؟ لابان پاسخ داد در ولایت ما رسم نیست که دختر کوچکتر را پیش از دختر نخستین شوهر دهیم. و بهاد زده کاسه کوزه یعقوب رو چیکار کرده؟ شکسته، کاملا دل شکسته. حالا دیگه این میره به آهنگای معین و ستار و اینطور چیزا و عزاداری برای خودش که چی شد، اصلا همه چیزم رو باختم، 7 سال زندگیم، کارم، همه چیز برباد رفت. و دایی هم دلش میسوزه برای یعقوب، میگه صبر کن، زیاد ناراحت نباش، اینقدر از این آهنگا گوش نکن. میگه هفته عروسی این دختر رو تمام کن، یعنی یک هفته اول رو بها بالیه مدارا کن، باش سر کن. آنگاه دختر کوچکتر رو یعنی راحیل رو چیکار میکنم؟ در برابر 7 سال دیگر خدمت کنی به تو خواهم داد، ولی لازم نیست 7 سال بگذره، همین هفته دیگه بهت میدم، ولی 7 سال بایستی برای من مجانی چیکار کنه؟ کار کنه. عاشقم بودن، عاشقایی که قدیم 14 سال کار میکنه، 14 سال زحمت میکشه، رو صندلی نمیشینه، میره تو بیابون، تو زمستون، تو گرما، تو سرما، توی نمیدونم انواع اقسام مشکلات، ولی به خاطر اون عشق و محبت و علاقه‌ای که نسبت به راحیل داره بی خیال همه چی میشه. اصلا مهم نیست که عمرش داره میگذره یا نه، او عمیقاً به نظر میرسه خوشحاله که میخواد با راحیل ازدواج کنه و با ازدواج میکنه. و یه چیزی، یه جمله میگه اینجا که خیلی دردناک هست و شما وضعیت زندگی یعقوب رو در این جمله شاید بشنوید. فصل 29 آیه 30 میگه چون خداوند دید که لیه محبوب نیست. زنی که میگه چشماش یه مقدار چی بود؟ مشکل داشت، زیاد نمیتونست مثل بقیه واضح و آشکار ببینه و این از محبوبیتش چیه؟ کاسته شده نزد یعقوب. و انگار حساب کنه اینطور شخصی توی خونه با کسی زندگی میکنه که شوهرش همچه علاقه‌ای بهش نداره و چه زجری میکشه، چه دردی میکشه، ولی میگه خداوند رحم او رو گشود. کسی رو که محبوب نیست میتونه نزد خدا محبوب باشه. کسی رو که کسی بهش نظر نمیکنه خدا میتونه او رو دوست داشته باشه. خدا میتونه عمیقاً او رو لمس کنه و او رو برکت بده. میگه ولی راحیل نازامان، ولی رحم لیه چی میشه؟ باز میشه و اون میتونه فرزندان به خود به دنیا بیاره. و تو دنیای اون روز برعکس دنیای امروز فرزند به دنیا نیاوردن خیلی بد بود، خیلی ناجور بود و نشانه لعنت بود و کسی که بچه می آورد انگار خیلی سوگلی نمیدونم کل فامیل و به خصوص شوهر و اینها بودش. و این لیه شروع میکنه بچه به دنیا آوردن و ما از اسامی که برای بچه هاشون اینا انتخاب میکنن متوجه میشیم واو اوضاع این خونه چقدر در و داغونه، تو چه فضایی اینا دارن زندگی میکنن. لیه اولین بچه‌ش رو به دنیا میذاره، اسمش رو میذاره رعوبین و میگه او یعنی خداوند نگونبختی من رو دید، دردها و رنجهای تنهایی من رو دید. او دید که من محبوب نیستم، او دید که من زیاد خواستنی نیستم، ولی او به من نظر کرد، او نگونبختی من رو دید. و اسم این بچه معنی این بچه اسمش هست ببین یک پسر. ببین یعقوب من برای تو پسر آوردم، من باید از الان به بعد برای تو چی باشم؟ محبوب باشم. و بعد پسر دومش رو به دنیا میاره، میگه آن که میشنود، خدایی که منو میشنوه و به من بچه میده. و بچه سومش رو به دنیا میاره و خوشحال بچه سوم به دنیا اومده و اسمش میذاره لابی به معنی پیوسته. خدا 3 تا بچه مرتب به من 3 تا چی داده؟
بچه داده و بچه چهارمش رو به دنیا میاره، اسمش رو میذاره یهودا. چند نفر کلمه یهودا براتون چیزه ملموس و آشناست؟ مسیح از نسل یهودا به دنیا میاد، نه؟ ولی اونجا هنوز خبری از مسیح نیست، ولی از طریق دیگه بچه به دنیا میاد به نام کی؟ یهودا. و معنی اسم یهودا ستایش هستش. ولی راهیل بچه دار نمیشه و طبق عرف اون زمان کاری که میکنه راهیل کنیز خودش رو به یعقوب میده. کاری که یادتون میاد سارا کرد. سارا اون خانم هاجر رو داد به شوهرش، به ابراهیم که بچه دار بشه که اسماعیل رو به دنیا آورد. دقیقا همین کار رو راهیل میکنه، بعدا رو به شوهر خودش میده، به یعقوب میده. و ببینید باز چی میگه. پس 38 میگه آنگاه راهیل گفت به کشتیهای سخت با خواهرم کشتی گرفتم و پیروز گشتم. پس آن پسر را نفتالی نامید. 2 تا بچه به دنیا میاره، یکی نفتالی که به معنی جدال هست، جنگ هست، کشتی گرفتن، اگرچه فیزیکی نیست ولی در درون خودم بالاخره تونستم چیکار کنم؟ لیه رو زمین بزنم و پیروز شدم. بچه به دنیا میاره به نام نفتالی، به معنی جدال هست. و بچه دیگه همون به دنیا میاره به نام دان، یعنی دادرسی کردن. یکی به داد من رسید، یکی بالاخره منی که رحم من بستست رو به نظر کرد و تونستم بچه برای یعقوب داشته باشم. و بعد لیام باز همین کارو میکنه. لیام میگه اوکی من که 4 تا بچه آوردم و دیگه انگار استاپ شده. اونم کنیز خودش کار میکنه، به شوهرش میده و اونم 2 تا پسر میاره. چه عروسی سختی، نه؟ دو تا پسر میاره، یک شوز میذاره جاد. 4 تا پسر داره، یکی هم از طریق کنیزش به دست میاره که به معنی خوش اقبال. واو another one. و بچه دیگه میاره، اون وقتی که بشکنم میزنه اسمش میذاره عشیر، یعنی خوشبخت. واو من چقدر خوشبختم، 6 تا پسر دارم. و شاید ما درک نکنیم این موضوع رو، دست اوکی که درک نمی کنیم، ولی برای اونها یک دنیایی بود. چون برای اونها بچه آوردن این نبود که بچه 18 سالش بشه بره، نه، تداوم پیدا میکرد. این خانواده‌ای که گله‌دار هستن، اینها رو میتونست دور هم چیکار کنه؟ نگه داره و زندگیشون رو ادامه بده. بعد اینها خیلی خیلی خوشحال هستن و باز دوباره خدا به لیه نظر میکنه و او رو اجابت میکنه. 2 تا پسر دیگه هم اون به دنیا میاره، یکی رو میذاره یساکار به معنی موز و بچه دیگه زبولون هست که به معنی حرمت هستش. بالاخره دیگه به من حرمت گذاشته میشه و داره احساس خودش رو در معانی اسامی که انتخاب میکنه بیان میکنه. حرمت، مزد، خوش اقبال، خوشبخت و اون بالا چی بود؟ نگونبختی. اینها حال و هوای این خانواده است. و بعد نهایتاً به راهیل برسیم که آیه 22 و 20 تا 24 میگه سپس خدا راهیل را به یاد آورد، همون دختر کوچک و قشنگی که یعقوب سخت عاشقش بود و 14 سال براش کار کرد. میگه سپس خدا راهیل را به یاد آورد و او را اجابت کرد، رحم او را گشود. راهیل باردار شد و پسری بزاد و گفت خداوند ننگ از من برگرفته است. سالهای سال احساس میکردی ننگی روشه، احساس شرم، احساس خجالت. واقعا برای زن اون زمان دردناک بود که نگاه دیگران، نگاه مردان، نگاه نمیدونم همسایه ها بهش چی هستش و این فرزند نیاوردن رو یه ننگ میدونست و شاید بارها و بارها
دعا کرده و به بت‌های پدرش، به خدایی که خدای یعقوب بود که بیای ننگ رو از من بردار. و با کسی که اینطور وضعیت روحی داشته باشه که احساس ننگ، احساس آر و اینا داشته باشه، احتمالا هفته یکی 2 بار یعقوب رو اینطوری میچرونه، نه؟ و احتمالا این کار رو میکنه و بعد بچه‌شو میذاره، اسمشو میذاره یوسف و به معنی این که خداوند پسر دیگر نیز به من بده، من بچه‌های بیشتری میخوام. و بعد سالها بعد بچه دومش رو به دنیا میاره، بچه دومی که با درد همراست، با رنج همراست. و ببینید باز چه اسمی رو اون میذاره، میگه اسم پسرش رو میخواست بذاره بنعونی، یعنی پسر اندوه من، اما پدرش نمیذاره اسمش رو بذاره بنعونی، میگه که اسمش رو بذاره بنیامین، یعنی پسر دست راست من. و زیاد ناراحت نشید، 3700 سال گذشته ولی راهیل فوت میکنه با آوردن بچه دومش. فکر میکنید توی اینطور جوی، اینطور وضعیتی زندگی کردن بعد از 20 سال آدم عوض نمیشه؟ آدم به فکر واداشته نمیشه، تجربیات بیشتری به دست نمیاره؟ خونه که درش پر از حسادت هست، خواهرها، کنیزا با هم دیگه، خونه که پر از جنگ و جدال‌های آشکار و پنهان هست. خدا قطعاً قصدش و هدفش این نیست که انسان بره چند تا زن بگیره. خدا انسان رو زن و مرد آفرید و ایشان رو چیکار کرد؟ گفت با هم ازدواج کنید و یکی بشید. چایی نیست که تو شما هم تو شکر بریزید، هم تو شیر بریزید، با اقسام چیزها و بگید اوکی. نه، زن و مرد برای هم ساخته شدن تا 2 نفری با هم یک تن بشن. ولی انسان گناهکار برای نمیدونم ارضای هوس‌های خودش اینطور چیز رو برای خودش میپسنده که اوکی من میتونم زنان بسیاری داشته باشم، مادامی که عدالت رو بین اینها چیکار کنم، رعایت کنم، من میتونم چند تا زن داشته. نه، تو نمیتونی. در اون دنیای اون زمان نگاه شوهر به زن، به زناش یک جور نبود، عادلانه نبود. یکی رو بیشتر دوست داشت، یکی رو حرمت نمی‌کرد، یکی رو براش محبوب نبود. یعقوب در این محیط احتمالاً درس‌های خیلی خیلی زیادی میگیره و یاد میگیره و یعقوب یاد میگیره که صبور باشه. یعقوب یاد میگیره که یعقوبی که دوست داشت سریع به دست بیاره، یاد گرفت 14 سال کار کنه برای به دست آوردن یک چیزی. و خدا اینطوری شاید به نظر نرسه ولی گذر زمان خدا اینجوری کار میکنه روی یعقوب. آروم آروم اونو چیکار میکنه؟ میتراشه، سیغلش میده تا از اون مرد که دوست داره رو بسازه. قرار یعقوب ازش یه قومی به وجود بیاد، قرار یعقوب وسیله باشه برای به دنیا اومدن اون مردی که قرار از نسل زن به دنیا بیاد. یادتون میاد که نه؟ 3:15 کتاب پیدایش. و خدا داره مسیر تاریخ رو از طریق یعقوب، از طریق اشتباهات او، از طریق همسراش، از طریق پسراش داره به اون مسیر میبره تا یعقوب عوض بشه، تا یعقوب درست بشه. خیلی از ماها شنیدیم مثلا طرف گفته که مثلا فرض کنید لزوما آدم بدی هم نیست یا آدم لزوما معتاد و اینطور چیزا نیست، ولی همچین زیاد به فکر زندگی و اینطور چیزا نیست. حداقل برای پسرها اینو میگم ازدواج بکنه درست میشه، نه ازدواج کنه به فکر واداشته میشه که نسبت به زندگیش و اینها جدی باشه. خب اگر یک دونه ازدواج میتونه باعث عوض شدن یه نفر بشه، 4 تا ازدواج ببینید چه کارا میکنه، نه چه تغییر و تبدیل هایی به وجود میاره. فرض کنید یه زنی در یه زمینه یا مردی در یه زمینه خیلی افرادکار هست، دائم اهل رفیق بازی و اینها، جمعه ها کو و نمیدونم فوتبال و تلویزیون و سینما و مسافرت های مجردی و اینها ازدواج کرده، میخواد چیکار کنه؟ همون رویه رو ادامه بده، نه؟
فکر می‌کنید چه اتفاقی میفته؟ فکر می‌کنم ساکشو زنش میذاره جلوش پشت در. اوکی خوش آمدی نه؟ ولی اینطور ازدواجی منجر میشه که اوکی من دیگه مجرد نیستم، من یه تعهدی در خودم نسبت به همسرم اینها چیکار میکنم دارم و باعث به این تعهد پابند باشم و بعد خدا اینطوری زندگی آدم رو عوض میکنه آروم آروم. چند سال قبل یه شخصی رو میشناختم، راجع به تفاوت میخواستم بگم، اینی که همسر این خیلی بلخرج بود according to این آقا و واقعا هم به نظر میرسید اینجوری بود. دائم تو مال، سانرایز مال و نمیدونم گالری مال، دائم خرید اینقدر که اینو کلافه میکنه و بعد مدرک بود برای خریداش، یه خونه پر از لباس و کفش و اینها. و میدونید برای اصلاح چیکار کرد؟ زنش گفت بیا بریم ایران، خیلی خوبه، بریم یه رستورانی تو شاندید اونجا غذای آنچنانی داره اینا. حالا زنش رو میبره ایران و ممنون فروشش میکنه. آره این داستان واقعیه. میگن که پدر مادر وظیفه‌اش چیه؟ تربیت بچه هاست. نه میدونید برعکسش هم صادقه. بچه ها ما رو بیشتر درست میکنن تا ما اونا رو. بچه ها به ما درسای بیشتری میدن تا ما به اونا. حالا فرض کنید توی خونه 12 تا بچه باشه، چه اتفاقی میفته؟ یعقوب یاد میگیره صبوری رو. یعقوب خیلی چیزا رو میتونه چیکار کنه؟ یاد بگیره و عوض بشه. و خدا نه تنها خانواده نزدیک یعقوب زنان این شخص رو، بلکه داییش هم ازش استفاده میکنه، از لابان استفاده میکنه برای ساختن که یعقوب. فصل 30 آیه 15 تا 19 رو میخونم براتون. بعد از اینکه دایی یعقوب میاد، لابان بهش میگه آیا چون خویش منی باید به رایگان خدمتم کنی؟ به من بگو چه موضوعی میخوای که بهت بدم. و بعد میگه اما لابان رو، و بعد ادامه شما احتمالاً به حال گفتم براتون میدونید. یعقوب میگه باشه من کار میکنم، به جای مزدم چیکار کن؟ راهیل رو به من بده. و نهایتاً اون بهش دود کلک میزنه و اینها و شب عروسی اون دختر کوچیکش رو بهش میده، در حالی که قبلا بهش گفتش که باشه تو کار کن، من راهیل رو به تو چیکار میکنم؟ خواهم داد. و بعد صبح عروسیش متوجه میشه او چه کلاهی سرش رفته. یعقوب چه حالی داشت اون روز وقتی شنید یا دید که داییش فریبش داده، داییش بهش دروغ گفته و میره بهش میگه چرا فریبم دادی؟ احتمالا شما یادتون میاد تا 1-2 هفته قبل که راجبش صحبت میکردم، نه؟ زمانی که به باباش دروغ میگفت. آره یعقوب به باباش دروغ میگفت. عیسی بهش گفت آیا تو عیسی هستی؟ گفت معلومه که من عیسی هم. بیا نگاه کن، بیا لباسامو دست بزن. ولی درون او، قلب او، شکل او، صورت او، نگاه او، افکار او تماما چی بود؟ یعقوب بود، نه عیسی. و ای داشت پدر خودش رو چیکار میکرد؟ فریب میداد. الان با یه نفری روبرو شده که 7 سال کار کرده و حالا میفهمه که داییش بهش دروغ گفته. داییش چیکار کرده؟ اون رو فریب داده. کما اینکه او با لباس مودار یا لباس پشمی پدر خودش رو فریب داد، چون میخواست نخست زادگی رو چیکار کنه؟ برای خودش داشته باشه. و توی چنین جنبی خدا شروع میکنه روی این کار کردن و اون رو عوض میکنه. و یعقوب بعد از به دنیا اومدن یوسف تصمیم میگیره که برگرده به سرزمین خودش. فصل 30 آیه 27 میگه میره سراغ لابان و بعضی صحبت کانورسیشنی هست باشون در رابطه با برگشتن چیز
ببینید لابان چی بهش میگه؟ ولی لابان به او گفت کاش به نظر لطف بر من افکنی، زیرا با فال گرفتن دریافتم که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است. ببینید چطور خداوند از یعقوبی که فریبکاره، یعقوبی که دروغگو هستش، یعقوبی که فرار کرده و اومده پناهنده شده به داعش، چطور استفاده میکنه، اونو باعث برکت میکنه. برای چی؟ برای دایی خودش. و یعقوب نهایتاً به دایش گوش میکنه و بهش میگه که باشه، باز تو چند مدت دیگه کار کو برای من قول بهت میدم، مزد تو بهت بدم. میگه چی میخوای؟ من چیکار کنم برای تو؟ یعقوب میگه که قبل از اینکه بیام تو زیاد مال و اموالی نداشتی، ولی خدا به خاطر من تو رو چیکار کرده؟ برکت داده. و بعد نهایتاً لابان بهش میگه چیکار کنم که مزد تو رو بهت بدم؟ اینا یعقوب اینطوری جواب میده، میگه لازم نیست چیزی به من بدی، اما اگر این کار را برایم انجام دهی باز از گله‌هایت شبانی و مراقبت خواهم کرد. رخصتم ده تا امروز به میان تمامی گله تو بروم و هر بره خالدار و ابلق و هر بره سیاه را از میان گوسفندان و هر ابلق و خالدار را از میان بزها جدا کنم، آنها مزد من خواهد بود. میدونید ابلق یعنی چی؟ منم نمیدونستم، رفتم تو گوگل نگاه کردم نوشته سیاه و سفید خالدار. به هر حال بذار اصلا داستان براتون بگم. اینی که گلت تا حالا من بها چروندم و اینها، چیزی که باید به من بدی به عنوان مزد از الان به بعد از 14 سال اینه که بره‌های سیاه‌سفید، بزهای سیاه‌سفید تو اونا رو به من بده، بقیه‌اش مال خودت باشه. و بعد اتفاقی که میفته میگه همون روز یک شنبه که اینطور صحبت و کانورسیشنی بین اینا بود، دایه میره تمام گوسفندایی که خالدار و سیاه‌سفید بودن و بزها رو چیکار میکنه؟ جدا میکنه که اینطور گوسفندا و یا اینطور بزهایی زایمان نداشته باشن و بازم به این چیزی نرسه. ولی خدا میاد عجیب و غریب یعقوب رو برکت میده، ولی نه با فریب، نه با نمیدونم دروغ و این تو چیزا. یعقوب ظاهرا یک کاری میکنه، میره درخت میبره و پوست این شاخه ها رو میکنه که حالت خالدار مالدار و این تو چیز رنگ سفید مثلا اون وقتی پوست چوب برداشته بشه که وقتی گوسفندا و بزها میان آب میخورن و اونجا به حال ارتباط برقرار میکنن و میخوان بچه دار بشن، گوسفنداشون چی باشه؟ سیاه سفید باشه. آدم انگار یه چیز انسانی، ولی خداست که اون رو برکت میده. خداست که چیزهای زیادی به اون میبخشه و او ثروت زیادی میده. و بعد نهایتاً خدا میاد باش به ملاقاتش میگه منم خدای بیتعیل، آنجا که ستونی را محض کردی به من نظر نمودی، اکنون امروز برخیز از این سرزمین به در آی و به سرزمین خیشان خود بازگرد. و یعقوب میبینی که زمان برای رفتن چیکار شده؟ فرا رسیده و میخواد بره در ادامه نقشه خدا، کاری که خدا برای او داره و میخواد ادامه بده، خودش تو اون مسیر میخواد قرار بده. و بعد میترسه. یعقوب هنوز ترس داره. قبلا ترس داشت از عیسو برادرش، الان ترس داره از لابان داییش و بدون خداحافظی بلند میشه و میره به طرف سرزمین پدری. و بعد میگه لابان 7 شبانه روز با یک گروهی دنبال این برای اینکه بیاد به اون صدقه بزنه، برای اینکه بیاد ازش بازخواست کنه. چرا تو بدون اجازه من رفتی؟ چرا تو دخترها و نواهای منو برداشتی؟ چرا گوسفندا رو برداشتی و رفتی؟ و اتفاقا خدا میاد با دشمن یعقوب ملاقات میکنه. میگه وای به حالت اگر کلامی با سختی و این تو چیزها بخوای با این صحبت کنی. میگه با حذر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی. این بار با من طرف. من تصمیم گرفتم به هر قیمتی یعقوب را ازش چیکار کنم؟ محافظت کنم، چون من براش نقشه دارم، چون من براش هدف دارم و دارم اونو به سوی یک مسیری دارم میبرم. و ما ببینیم خدا اینطوری یعقوب رو داره شکل میده، داره عوض میکنه
و اگر این سفر روحانی نبود و یعقوب تو اون جایی که بود واسطاده بود، قطعا تغییری درش ایجاد نمیشد. ما از اول تا با آخر با یعقوب روبرو بودیم که فریب میده، دروغ میگه، دوست داره نامبر وان باشه و خیلی چیزای دیگه. چی میشه؟ دروغ خواهی کرد. فریب بدی فریبت خواهد داد. دست بالای دست بسیاره. دروغ بگی دروغ خواهی شنید. یعقوب تو باید عوض بشی. یعقوب سرزمین کنعان بدون سفر روحانی تبدیل نخواهی شد. من و شما بدون سفر روحانی عوض نخواهیم شد، دگرگون نخواهیم شد. و ما تا تصمیم نگیریم با خدا همکاری کنیم، تا تصمیم نگیریم که خداوندا من میخوام عوض بشم، هرگز عوض نخواهیم شد. اگر 2 میلیون سالم بیاد کلیسا، خدا ما رو عوض میکنه، به شرطی که ما با خدا چیکار کنیم؟ همکاری کنیم. ما خودمون رو در معرض کار خدا قرار بدیم، فرار نکنیم از سختی ها، از مشکلات، چون این مشکلات و سختی ها ما رو میسازه. خیلی چیزا دخیل میتونه باشه در عوض شدن ما، در تبدیل شدن ما. رنج میتونه ما رو عوض کنه، ما رو دگرگون کنه. ما با تجربیاتی که کنار هم دیگه داریم میتونیم عوض بشیم، با ازدواج کردن، با بچه دار شدن و خیلی چیزای دیگه. ولی اگر این مسیرها رو نریم عوض نخواهیم شد. با سال اول که اومده بودیم اینجا، بعضی از عزیزان بودن مثلا مشکل داشتن، مشکل مثلا ازدواج و این تو چیزها، و می اومدن به ما میگفتن که اوکی ما این تو مشکلی پیش اومده، این غذای زن من شور بوده، نمیدونم این آقا خیلی قور میزنه به من، پدر منو در آورده. می اومدن میگفتن و ما بهشون میگفتیم نگاه کن، ما در حال آموزش هستیم. ما خودمون 1 سال نیست بیشتر ازدواج کردیم، خودمون هم از این مسائل داریم. و تو بیخیال ما شو، برو پیش مهدی آقا فرشنا، اونا بگذارن تو رو راه نمایی کنن. یا اگر از بچه میگم بچه اول نشده، خودمون هم داریم میبریم اونجا. به خاطر اونا سر و گرم بیشتری کشیده بودن. ولی خب امروز دیگه من نمیگم ببرید فلان فلانه، میگم تجربیات من اینطوریه، اون برداشته که من از کلام خدا دارم و اینها اینجوریه و برای اینا میتونه به چیکار کنه؟ کمک کنه. خدا یعقوب رو توی محیطی قرار داد برای عوض شدن، برای تبدیل شدن. او دنبال گوسفندان بود ولی داشت تجربه دست می‌آورد، داشت مسائل رو تجزیه تحلیل میکرد تا یاد بگیره. خدا داشت رو آماده میکرد برای فصل دیگه. شما یه آدم رو در نظر بگیرید 20 21 2 سال تو بیابون دنبال گوسفندان، بیابانی که پر از خار و خس و تو چیزهاست، گرسنگی ها، تشنگی ها، نمیدونم گور و خیلی چیزهای دیگه. آیا اینو به آدم درس یاد نمیده؟ فکر کنید چرا خدا اجازه داد موسی به بیابان بره؟ نمیتونست بدون فرستادن به بیابان او رو به عنوان نجات دهنده قوم اسرائیل اجیرش کنه، بلندش کنه، ازش استفاده کنه؟ قطعا داشت، نه؟ ولی خدا اجازه داد موسی 40 سال تو بیابان یاد بگیره، تنهایی رو، سختی ها و مشکلات و انواع و اقسام چیزا رو یاد بگیره، بعد 40 سال بتونه قوم اسرائیل رو کجا هدایت کنه؟ توی بیابان به طرف سرزمین کنعان. و خدا دقیقاً اینطور کاری رو در زندگی یعقوب میکنه، چون میخواد او عوض بشه. از این خدا اجازه میده کسایی کنار ما قرار بگیرن برای تبدیل کردن ما، برای عوض شدن ما، برای تغییر ما. ما بدون دیگران عوض نخواهیم شد. ما بدون اینکه کنار هم باشیم، خارامون تو بدن هم دیگه بره، نیشکنایه هامون اذیتمون کنه یا بشنویم یا بگیم، ما عوض نخواهیم شد. من آدم خیلی حساسه بودم، باور کنید.
اینقدر حساس بودم که سال اول من آمریکا دوست داشتم برگردم انگلیس برم اونجا پناهنده بشم، ولی خدا استاپت. من برای تو نقشه دارم. من بیشتر از تو ضعفات رو میشناسم. من بیشتر از تو چیزایی که مربوط به خودته نه تنها الان در آینده رو میشناسم، ولی من میخوام تو رو عوض کنم. آیا من عوض شدم تا ورودی؟ آیا احتیاج به عوض شدن بیشتر دارم؟ خیلی، باور کنید خیلی. شما رو نمیدونم ولی اگر فکر میکنید خدا میخواد ما رو تبدیل کنه، میخواد ما رو عوض کنه، اجازه بدید خدا این کار رو بکنه. ازش فرار نکنید. اجازه بدید خدا ما رو مثل یعقوب عوض کنه، چون رشد شخصیت ما با بحران ها همراه خواهد بود. ما برای تغییر، برای تبدیل احتیاج به چسبیدن به خدا داریم. آمین. بدون حضور خدا تغییر و تبدیلی اتفاق نخواهد افتاد. ما برای عوض شدن احتیاج به دیگران داریم. افرادی مثل لابان که ما رو فریب بدن، که ما دروغ بگن. افرادی مثل دیه و راهیل و امثال هم، البته نه 4 تا هم. ما احتیاج داریم که واقعا صبوری رو یاد بگیریم و خدا اجازه میده 14 سال بیگاری بکنیم تا اون آرزوی دل ما رو چکار کنه؟ به ما بده. ما احتیاج داریم در خانواده رشد کنیم. ما احتیاج داریم تقدیس بشیم. ما احتیاج داریم تبدیل بشیم. ما احتیاج داریم از اون دروغ ها، قسم هایی که مثل آب خوردن، کلماتی که الان آر داریم ولی قبلا هیچ آری نداشتیم، قرار خدا ما رو آزاد کنه و خدا تو این مسیر ما رو آزاد میکنه. یعنی واقعا اجازه بدیم دیگران نقش خودشون رو تو زندگی ما ایفا کنن. همه نیومدن ما رو بجزونن. گفتم یه زن 65 ساله 70 ساله در عرض شاید 2 ساعت تو شهر نیکوزیای قبرس دیوارای بتونی افکار منو در یه موردی فرو ریخت و چقدر خوشحالم برای اون. چقدر زیبا بود اون فرو ریختن. اجازه بدیم تو بعضی قسمت ها فرو بریزیم. اجازه بدیم بعضی دیوارا فرو بریزه چون ما تبدیل بشیم، ما عوض بشیم. و خدا در کنعان، در سرزمین شیر و شهر برای ما نقشه و هدف داره و ما رو خواهد به اون سور بره. آمین. برای خود رو فرود بیاریم در حضور خدا. خداوند واقعا دعا میکنم به نام مسیح، اگر یک جمله رو احساس کردیم کلام توست برای ما در این پیغام، بذار اون رو محکم بچسبیم. خداوند دعا میکنم به نام مسیح، بیا ما رو توسط روح خودت متقاعد کن که همه ما احتیاج داریم عوض بشیم. خداوند الگوی ما در پیش روی ماست. عیسی مسیح خداوند و ما چقدر ای خداوند فاصله داریم با اون شخصیت. خداوند ما رو مجاب کن که ما بایستی به شباهت عیسی در بیاییم و ما رو فروتن کنی خداوند تا بخوایم خداوند به شباهت عیسی در بیاییم. خداوند بیا از آنچه که تو میخوایی استفاده کن و ما رو شکل بده. خداوند در حضور این جمع دعا میکنم
بیا خود منو شکل بده، بیا منو عوض کن و بذار هر کسی که خداوندا تو باهاش صحبت کرده امروز و تمایل داره خداوندا، بیا در زندگی اونی توسط روحت عمل کن، کار کن و ما رو خداوندا صیقل بده، ما رو به تراش و ما رو خداوندا به شباهت پسر عیسی مسیح در خداوندا دعا میکنم این کلیسا رو برکت بده، کلیسا رو مبارک کن، بذار به طور خاصی هفته خداوندا هفته‌ای باشه که از اعماق وجود ما شکر و سپاس و حمد و پرستش خداوندا بر بیاد به سوی تو، خدای تبدیل کننده، خدای نجات دهنده، خدایی که سزاوار حمد و پرستش هستی. شکرت میکنیم برای زندگی یعقوب، برای خطاها، برای اشتباهات، برای گناهان، برای هر آنچه که در زندگی او دیدیم و برای تغییر و تبدیل هایی که اگرچه آروم ولی خداوندا مستمر داره جلو میره. یا در ما نیز عمل خود کار کن به نام عیسی مسیح. آمین خداوند. آمین.